سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از متاسفانه بعد این قسمت درست صدا ضبط نشد. نه این امکان نداره. نه و بالاخره مچ استارت شد و رفتیم بتل رویال. به کسی هم چشم نمیگم، من به هیچ خدایی چشم نمیگم. چند دفعه گفتم اسم بابای منو و خوشبختانه رفتیم و الان باید یه جا پیدا میکردیم که بپریم توش. پلتفرم رو برای پریدن انتخاب کردیم و متاسفانه پلتفرم شلوغ بود و چند تا انمی دیگه هم با همون اومده بودن اونجا که این شکلی اتفاق افتاد. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. پلیر قبلی که فرار کرد، ولی این یکی پلیر رو دیدم که در جا قیبش زد. واقعا پشمام ریخته بود اون موقع، یه سونی قیبش زد. ولی بعدش این چاپر خوشگل رو دیدم و همینطور داشتم پلتفرم رو لوت میکردم تا اینکه اینجا هم یه پلیر از 20 متریم رد شد. واقعیه؟ و اچپیمو با مدیک پر کردم و اینجا یه پلیر بیوان هریس رو دیدم و زدمش و هیچ لوت خاصی هم نداشت و بعدش رفتم سراغ این باکس. اینجا داشتم آرمور 200 میدادم که یه پلیر اومد سمتم. در حالی که من اینجا داشتم زجر میکشیدم، یارم رفته بود یه جا دیگه و کمیده بود. سرویس چه لوتی هم میکنه، کوفتت بشه. و بعد رفتم یه جا دیگه که با یکی این خودم فایت دادم که زدمش برنده. اینجا دوباره پریدم سر لوت باکس خودم و شانسم زد و یه پلیری دیدم که همونم زدمش که یارم اومد و خواست کیلدازی کنه که نتونست. همین یارم که میبینید این مستر ایره بچه‌ها، رفیق شفیق. و رفتم سر لوت باکسم و هرچی وسایل داشتم و برداشتم. کارو بگیر فقط چطوری زدمش. و بالاخره رسیدم و گانی که میخواستم و کشیدم، یعنی همون AK-117 که خیلی باش خوب میتونم کار کنم. و دوباره سوار چاپر شدیم و رفتیم. و بعدش با این ارور زیبا مواجه شدیم که بازی ما رو انداخت بیرون به خاطر نت. و این بود از این ویدیو. اگه دوست داشتی حتما لایک و ساب کن و تو رو خدا سابسکرایب کن، نیاز دارم به کمکت. دمت گرم، خداحافظ.